امام مهدی می آید. امام مهدی کیست؟ امام مهدی برای محاربه با این دشمن خدا، با این دجالی که اینقدر بزرگی و اینقدر سحر کلان را صاحب هست که دنیا را همه را فساد دارد، محاربه میکند. امام مهدی را ام سلمه میگوید پیغمبر خدا گفتند المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی این از اولاد من است، از فرزندهای فاطمه است. این از پشت امام حسن است، از فرزندهای امام حسن به دنیا می آید. امام مهدی در مدینه منوره تولد می شود و جای وفاتش از روی حدیث حضرت علی در بیت المقدس در فلسطین، در همون مکانی که امروز مسلمان ها خیلی عذاب و شکنجه دارند، اونجا دفن می شود. رسول اکرم گفتن لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیته یواطئ اسمه اسمی. دنیا به آخر نمی رسد گفت پیغمبر خدا تا اگر شخص از اولاد من در دنیا پادشاه نشود که نام او به نام من مانند است، نام پدر او نام پدر من است، نام مادر او نام مادر من است. این مهدی الحال نبرآمده است. الحال وقتی که اگر مهدی تولد شود، پیغمبر خدا گفت نظر بر او کنین، وای پدرش عبدالله نام دارد، مادرش آمینه نام دارد. یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. پیغمبر خدا گفتند وقتی مهدی می آید دنیا را چنان عدالت و انصاف فرا می گیرد چگونه ای که ظلم و جور فرا گرفته بود، همه را دور می کند، عدالت جاری می کند. المهدی منی. پیغمبر خدا حدیث های بیشمار در باب مهدی حتی به حد تواتر می رسد. المهدی منی اجل الجبهتی و اقن الانف. پیغمبر خدا گفتند مهدی گفتند پیشانه‌اش خیلی مثل پیشانه من پهن هست و بالای بینی امام مهدی بلند هست، گفت مثل بینی من. این امام مهدی می آید، با این دجال محاربه می کند که رسول اکرم در یک حدیث دیگر می گوید لون عربی جسمه اسرائیلی فی خده ایمن خال کانه کوکب دری. مهدی را گفتند چهرهش چهره عربی هست، جسدش باشد مثل جسد اسرائیلی هست، یعنی جسد بسیار با تنومندی دارد. در پهره روی از راستش یک خال است که مثل ستاره باری درخشان است. گفتند نشانه امام مهدی را پیغمبرم بیان کردند.